خب سلام. امروز میخوام آموزش تعمیر کنترل رو بهتون بگم. حالا با توجه به اینکه قیمت دستگاه الکترونیکی مخصوصا کنترل خیلی بالا رفته، اصلا به صرفه نیست که شما کنترل قدیمیتونه که کار نمیکنه بندازین دور و کنترل جدید بخرید. بهترین کار اینه که کنترل قدیم رو تعمیر کنید. خب برای این کار، برای باز کردن کنترل اول چک میکنیم که ببینیم جایی از کنترل پیش میخوره یا نه. حالا من برای سرعت کار نگاه کردم، اینجا دو تا کنترل من دو تا پیش میخوره که این پیچا رو قبلا باز کردم. برای باز کردن لای کنترلم بهترین چیز و در دسترس‌ترین چیز کارت. حالا من اینجا از کارت مترو استفاده کردم. شما میتونید کارت آوربانکتون هم استفاده کنید، ولی اگه کارت آوربانک استفاده می‌کنید مواظب باشین که کارت آوربانکتون خراب نشه. خب میذارم لای اینو باز میکنم به این ترتیب. کنارهاش هم باز میکنم تا جایی که میشه. سعی کنیم با دست باز نکنید، تا جایی که میتونید از همین کارت استفاده کنید چون خارهاش میشکنه. خب من اینو تقریبا باز کردم. خب میدونین که کنترل از چند قسمت تشکیل شده. یک قسمتش پد کنترله که شماره ها روش هستش، یه قسمت هم که برد کنترل هستش که یه قسمت های رسانه‌ای روش هستش و باتری ها. خب درجه اول شما برای تمیز کردن پد کنترل، خود کنترل، از برد کنترل شروع میکنید، چون به مرور زمان این برد ها، این قسمت ها ممکنه خاک بشینه یا بریده هایی که روی این قسمت هستش و اضافه کاریایی که از لای کنترل داخل میشه به روی این قسمت ها بشینه و باعث بشه که این کنترل ها قسمت ها خوب اتصال پیدا نکنه. خب میتونید از دستمال کاغذی یا پد یا هر چیزی که پیدا میکنه استفاده کنید. یه مقدار الکل روش میزنید و آروم روی کنترل میکشید. مواظب باشین که اگر چیزی که استفاده میکنید برای تمیز کردن به قسمت های برد و اینا آسیب نزنه، چون این قسمت ها میدونید که تیز هستش. آروم رو همین قسمت ها میکشید و اجزای برد رو تمیز میکنید. این از این. حالا این کنترل من دکمه پاورش خیلی بد کار میکرد. ما برای اینکه مطمئن بشیم این ایراد این کنترل از چیه اول باید چک بکنیم. خب چیکار میکنیم؟ اول ببینیم که آیا ایراد از روی برد هستش یا ایراد از روی پد هستش. برای این کار کنترل رو به سمت تلویزیون میگیریم و با یکی دیگه از دکمه های پد که سالم هست و کار میکنه، مثلا با این دکمه اوکی، اینو میذاریم روی این قسمت، روی اون دکمه که کار نمیکنه، میگیریم به سمت تلویزیون چک میکنیم. اگر دیدید کار کرد و اون دکمه انجام مأموریتش انجام داد، بدونین که ایراد از این پدتون هست. ولی اگر دیدیم با این دکمه های دیگه که امتحان کردین هر دکمه‌ای که زدین باز کار نکرد، بدونین که ایراد از این قسمت هستش و باید اگر ایراد از این قسمت بود دوباره باید اینجا رو تمیز بکنید. میتونید یه کار دیگه هم بکنید، به وسیله پیشگوشتی خیلی آروم بدون اینکه فشار بدید. ببینید فشار نباید بیارین که این برد آسیب ببینید. خیلی آروم نوک پیشگوشی رو بذارید روی این قسمتایی که می‌بینید حالت رسانه هستش و روی این یه ذره یه مقدار بکشین. یه مقدار که کشیدین دوباره بیاین با این پدتون تست بکنین که درست شد یا نه. بعد اگر درست شد که هیچ، دوباره میبندین کنترلتون رو اون ترتیبی که باز کردید. ولی اگر دیدید کار نکرد، یعنی این افاقه نکرد با این و دیدید با یه دکمه دیگه زدین کار کرد، بدونید که ایراد از این ژله‌ای دکمه‌های کیبورد هستش. حالا برای تمیز کردن اینم به همون ترتیب میتونید با الکل کار کنین. الکل بزنین روی اینو و با دستمال آروم آروم تک تک اینا رو بکشید. بعد دوباره میذارین و چک میکنه. اگر دیدید کار کرد که خب خیلی خوب کار کرد. حالا کنترل من چجوری بود؟ کار نکرد. یعنی اینکه این قسمت‌های روی پد که میدونید یه قسمت‌های رسانه‌ای روش داره، این به مرور زمان این قسمت رسانه‌ایشو از پاک شده و از بین رفته و دیگه این دکمه کار نکرده. کاری که من کردم، از آلومینیوم فویل قرص استفاده کردم. فویل قرص رو به مقداری میکنید و میذارید روی این. اول قبل از اینکه بذارید یه کاری باید بکنید، چون فویل ها به جنس های مختلف هستن. اول فویل رو بگیرید روی دستتون موقعی که باتری کنترل داخلش هست، یعنی منظورم این کار بکن، و از دو طرف این فویل رو روی این دکمه بذارین و یه بار فشار بدین تست کنین که ببینید این کنترل با کدوم طرف این فویل آلومینیومی بهتر و راحت‌تر کار میکنه. یا با این ورش کار میکنه بهتر یا با اون ورش کار میکنه. از هر طرف که دیدین بهتر کار کرد
اون فویل رو به اون اندازه دلخواه، به اون اندازه اون دکمه‌ای که باید لازم داریم ببرین. حالا این فویل من از این سمتش که روش مارک داره بهتر کار میکرد، این سمتش که مارک نداشت فکر می‌کنم شاید یه عایق رسانه‌ای روش بوده، یه پلاستیک نازک روش هست که این قسمت با قرص تماس پیدا میکنه که اون قرص واکنش شیمیایی نشون نده، ولی این قسمتش هیچ عایق رسانه‌ای نداشت و این قسمت به نظر روی بورد خیلی بهتر کرد. پس من جوری این رو میچسبونم که این قسمتش با روی بورد تماس پیدا بکنه. حالا بعد اینو گذاشتم اینجا، یه مقدار چسب قطره‌ای، خیلی کم چسب قطره‌ای رو یه مقدار کجش میکنیم با نوک پیشگوشتی یا با نوک هر چیزی که دارین، یک مقدار نقطه خیلی کوچیکی از روی چسب قطره‌ای بر می‌دارید و می‌ذارین روی پد، یا میتونید همون قسمت پشت اون قسمتی که رسانه هستش انتخاب شده پشت اون قسمت بچسبونید، یه مقدار روش بمالید چسب رو و بعد اون قطعه پشت قرص رو روی کلیدتون آروم بچسبونید مثل من و آروم یه ذره اینجوری با دست فشار بدونید که این الان برای من دیگه فیکس شد و دیگه میتونین کنترلتون رو ببندین و ازش مثل روز اول استفاده بکنید. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. قربان شما، افشین هستم. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.